چی شو؟ دست صندلی چرا شکست؟ نندازی گردن منو بابا، به خدا بچه من هیچ کاری نکردم. بابا که من اومدم صاف بشینم، اینو شکست. لیوانامو که میزنی میشکنی بابا به خدا این بابا به والله من اومدم اینجوری صاف بشینم خیلی سرت، این یهو شکست. آخه صندلیو داری هر کاری میکنی به غیر از نشستن. نمیشکنه. ببین تو دیگه چیکار کردی که تونستی تشکیل تو نصف شب گیم ترسا کردی، این دوتا ریدن تو خودشون. الان روح بازی میگه تو رو قرآن دعوا نکنی. Hər kəsə salam.